خب لطفا از بهادر بپرسید که دلیل اینکه هنوز سورنا رو آدمی برای رفاقت میبینه چیه؟ چون رعنا خود سورنا رو تایید نمیکنه. والا من اصلا کلا، حالا شاید حرف خوبی نباشه ولی کلا یه سری از شخصیت‌های داخل اون برنامه از نظر من چیز نیستن، یعنی تایید نیستن که من بخوام به خاطر دوستی باهاشون رابطه‌ای داشته باشم. ولی سورنا بچه خوشگوشتیه، بچه با مزه، احترام گذاشته، خوشگوشت تو نه معنی خوش مشربه، خوش گوشت مشرب، شیرینه، مثلا گوشت تفلون نیست، شیرینه. خوش گوش تو داداش. من یه بازار اون لحظه موقع، رفتم تو میدون قزوین گفتم یه 2 سیخ جیگرم سفارش بدیم. خب نه اون موقع تو بازار میگفتن خوشگوشت یعنی این که مثلا خوش معامله است، باهاش حال میده، مثلا خوبه باهاش معامله کنی. سامان جان بچه خوبیه، من ازش بدی ندیدم. حالا درسته خیلی مکار بود ولی ولی واقعا هیچ بیادبی ازش ندیدم، همیشه احترام گذاشت یه چیزی و ببین، یه چیزی من به این سوال اضافه کار کنم. خاصی نبود. آره، یه چیزی من به این سوال اضافه کنم، به خاطر اینه که ببین گفتن که خانم رعنا تو لایو گفته که من معلوم نیست رابطم با سورنا بخواد ادامه دار باشه، به خاطر اینکه بهادر دخالت میکنه و هر وقت زنگ میزنه به سورنا باعث دعوای ما میشه. نظر بهادر رو درباره این بپرسید، کلا درباره این صحبت ها. یعنی بعد از برنامه آره، مثل اینکه همچین چیزی اصلا بوده. من یک بارم با سورنا صحبت نکردم تا الان، شاید به هم دو سه تا وایس داده باشیم فقط تو همین اینستاگرام. That's دیگه، it. پس دروغ بوده دیگه. بابا اصلا سامان جان ببین اینا، من یه چیزی بگم، اینا هر دروغی که میگن یه میخ میکوبن به تابوت خودشون، اینطوری بهت بگم. آره، درباره چون همین. در حالا نمیدونم میتونم از تو سوال بپرسم درباره این؟ اگر دوست داشتی اصلا جوابشو نده. این که مثلا خب اینا هم از قبل آشناییت داشتن و تابلو میشه در ادامه برنامه خودشون، اصلا میاد 2 3 جا من شنیدم که میاد میگه اصلا که من قبل از برنامه با سورنا صحبت کردم، صحبت داشتم، فلان داشتم و اینا، و الان خیلی پاگورس وایساده میگه نه نه. نمیدونم یا اطمینان داره که پخش نمیشه این قسمت ها، یا اینکه همون دیگه ببین، همون دیگه ببین، من اینو جواب میدم و از این مبحث اگه بیایم بیرون آره دیگه باش. من آره، چون حقیقت دوست ندارم راجع به کسی صحبت بکنم زیاد. صحبتاتو ببین تو سامان توی جان، برنامه کردی احساس میکنم چون آره من هر کاری بود سامان، من هر چی بود، ببین میدونی اولش بگم، ببین میدونی چرا اینا با یه هرس، قشنگ میفهمی متوجه میشی اینا با یه هرسی دارن راجع به من صحبت میکنن همشونا. مثلا یگانه، من به این خانم هیچ بدی واقعا نکردم، نازنین به خانم یگانه هیچ بدی که نکرد، هیچ. چند بارم بالا خوش در اومد، من چند بار، حالا بعد از رفتنش بود در حین برنامه بود، چند بار به پویا میگفتم، با طبقه بالا میگفتم پویا با این نکن، بهت مثلا یه وصله میچسبونن و فلان و اینا. ما به این شخص خود این خانومی که الان هست شد و رفت واقعا هیچ بدی نداشتیم. و وقتی که من دیدم اینا دارن اینطوری تا 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 پیج بساز، فیک اکانت درست بکن، کامنت بده، همه یه مش 100 تا زیرو فالوور اومدن زیر پست فلان، ببین اینایی که با این نقشه میان جلو، ببین آجی ما سامان اینطوری هم از همون اولش هم که رفتم تو برنامه اینطوری بودم، تا الانش هم همینطوری بودم. توی برنامه اینا نتونستن، خب اینا نتونستن از پس یه سری مسائل بر بیان. خب توی برنامه نتونستن خیلی کار رو بکنن، الان میخوان مدیایی بیان این هره، الان با دروغ، با دوز و کلک، با عوام فریبی، به قول معروف چی میگن، قولم به سلام نمیخوام به کار ببرم، با این حرکات اینجوری با مدیایی میخوان یه ذره جو و متشنج بکنن، افکار رو مثلا مسیر بدن. ولی خب من هنوزم که هنوزه سر حرفم هستم، هنوزم که هنوزه میگم بیننده ای که عاقل باشه میشینه اینا رو تشخیص میده، هر چقدرم که موج سنگین باشه بازم اون بیننده عاقل تشخیص میده. اگر قراره از 1000 نفر 5 نفر 6 نفر بفهمن که درست چیه غلط چیه، من همون 5 6 نفر برای من واقعا کافیه. و این که خودشون رابطه داشتن، ایشون گفته بودن توی به بچه ها گفته بود که من اینو خودم اوکی کردم بیارنش تو برنامه. و میبینید دیگه وقتی که داره برنامه پخش میشه، ببین من که مثلا نازنینو باش تو رابطه بودم، بعد از مثلا 7 8 ماه که دیدمش، اون چیزه هنوز نبود که زیاد بخوام بهش نزدیک بشم یا مثلا تاچ کنم، مثلا میدونی چی میگن، هنوز یه چی میگن، یه حرمتیه اون وسط،
مثلا اونطوری راحت نبودم هنوز زیاد، ولی خب ایشون خیلی سریع دیگه کانکت شد و یه خانوم دیگه ای هم هست، ایشون هم خیلی سریع با یه آقای دیگه کانکت میشن که اصلا تشتک برا نیست. اون دیگه خیلی یه کسی حالا که anyway آره من آقا اسم اصلا نگم. اکس ابدی بود، شما فرض کنیم برنامه اکس ابدی بود. ولی در مورد این موضوع یه چیزی بگم که انگار فقط من بودم، یعنی من و نازنین بودیم که صادقانه گفتیم ما همدیگر رو میشناسیم، با هم بودیم از قبل میشناختیم، فقط ما اقرار کردیم به این موضوع، اعتراف یه جورایی. اعتراف، یعنی آره ما فقط اعترافی ما گفتیم فقط، وگرنه هیچکی دیگه صداش در نیومد، هیچکی اون موقع صداش در نیومد. منم که اینو گفتم واقعا احساس کردم از خودم داشت بدم میومد که 2-3 روز داره میگذره و من دارم همجوری مثلا نقش بازی میکنم، چرا مثلا من نباید مثلا از همون اول میگفتیم، چرا این باید مثلا با من سرد برخورد میکرد که مثلا من نخوام اون لحظه بگم و توضیحاتشو دیگه دادم خب دیگه. بریم بریم سراغ اصل مطلب. ببین من معتقدم که فصل 3 خب یه جورایی میشه گفت دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجده. خب لحاظ یعنی این صحبت منم منظورم اینه که دو تا پلیر قوی بهتره بگم بودید شما، لحاظ اکت، صحبت، دایره لغت زیاد و کی؟ تو و پویا. خب به خاطر هنوز که همینه چی معلوم نیست همون نمیخوام اسپویل بشه. خب خیلی الان مثلا سوالشون اینه، یکی از سوالای زیاد درباره اینه که چرا تو رو پویا نگرفتی تا الان، چرا اصلا واکنش بدی بهش نشون نمیدی نسبت به رفتاراش و اینا، آیا میترسیدی ازش، آیا مثلا گاردی داشتی یا مثلا میترسیدی یه دفعه بگیرن رود، چی بوده این داستان که شکل نمیگرفته؟ من خودم مثلا نظرمو درباره تو صادقانه گفتم آقا بهادر اتفاقا کرکترش اینجوری که اومده خیلی زرنگ و باهوش عقب وایستاده داره آنالیز میکنه بچه‌ها رو اول. و حتی نکته‌ای که تو درباره پویا گفتی این بود که من خیلی خوشم اومد، یعنی به عنوان یه بیننده گفتی که این آدم اونجایی که اتفاقا رو همون تاپ نشسته بودی گفتی پویا کسیه که یا منتظر شخص خاصیه بیاد تو برنامه یا داره فرندلی میره جلو. خب یعنی یه شناختی پس تو رسیده بودی، یعنی این دیده رو داشتی نسبت به بقیه هم و داشتی شناخت پیدا میکردی روی همه. و اگرم چیزی ندیدن تا الان که قطعا در ادامه زیاد درباره تو خواهیم شنید. من احساس میکنم که این سوال، حالا میدونم سوال خود شما نیست، گفتی شرکت معنا پرسن، خیلی زوده برای جواب این سوال، چون ببین بازم میگم بیننده داره هر 3 قسمت رو تو یه روز میبینه و شما خیلی سخت میتونی تو 3-4 روز اولی که ورود میزنی به یه برنامه اونطوری تشخیص بدی کی خوبه کی بده، به همه حرفی که داری من میزنی اسمشم بخونم و خانم شیما گفته بود چرا وزبازی های پویا رو میدید سکوت میکرد، میخواست پویا نگیره روش، یه همچین چیزی بودش سوال. حتی ولی اتفاقا حالا مثلا همین دیروز یا پریروز یا همون بعد از خروج اون خانم من گرفتم رو پویا، گفتم پویا یادتون هست یا نه، گفتم پویا تو خیلی اینو اذیتش کردی، 2-3 روز هی بهش گیر میدادی، میگم 2-3 بار بهش گیر دادی این هیچی نگفت و دیگه آخر کاسه صبرش لبریز شد مثلا یگانه. من بلا فاصله اینو به پویا گفتم، میگم طبقه بالا اتاق پسر رو میرفتیم خدا شاهد خودش، حالا شاید تو لایف باشه بشنوه، بهش میگفتم پویا انقدر گیر نده به این آدم، یه دفعه اون وصله ستیزیه بهت میچسبه و فلان میشه و اینا. گفت نه بابا ول کن من بلدم چی کارم و فلان، حتی بعدش میومد مثلا من بهش اینو میگفتم. بعد اینم بهت بگم که من با پویا خیلی عیاق شده بودیم اون اولا، خیلی با هم رفیق شده بودیم، چون ببین مثلا من بعد از این همه سال حالا که مثلا سرجیو هست اینجا یا مثلا حالا یه نفر یا 2 نفر دیگه که باهاشون به اون صورت حالا سعی می‌کنم باهاشون مثلا حرف میزنم و سریع اخت میشیم با هم، من با پویا بعد از این همه سال که مثلا یه نفر رو میبینی ایرانی میبینی مثلا بچه باحالیه وایباتون میخوره به هم دیگه، جنس شوخی‌های همدیگه رو جنس میفهمید. شوخی‌های همدیگه رو میفهمیدیم. خب
من با شوخیاش و با کرکترش حال میکردم، ولی با یه سری رفتاراش که مثلا تو جمع اونطوری بود خب حقیقت حال نمیکردم. بعد اینم در نظر داشته باش سامان جان و بقیه عزیزانی که مشاهده میکنن برنامه رو، ببین شما رفتی اونجا توی اون برنامه به یه هدفی، مثلا لباس بتمن تنت نیستش که گیری یقه اونو بگیری یقه اونو بگیری، یا مثلا سوپرمن نیستی اینطوری بری مثلا اونو نجات بدی. میدونی چی میگم؟ من تنها کاری که میتونستم بکنم اونجا یه سری مخالفت ها بود که با پویا داشتم. مثلا تو روش علنا بهش گفتم آجی تو خیلی تیکه میندازی دیگه، نمیدونم بیننده دوست داره چیکار بکنه، مثلا یارو داره به اون یکی گیر میده یهو بزنید تو گوشش، مثلا نمیشه که همچین چیزی. اصلا مثلا همچین نداری چیزی هم من که نبوده اصلا تو برنامه توی این فصل. حالا اون حالا اون که اصلا داستانش جدا بود، اون اصلا یه بذار راجع به اون اصلا آره حرف آره. نزنیم، چیزی هم نمونده تا اون یه دروغی هم هستش، فقط من اینو تایید تکذیبش کن. میگن که توی یه لایو عرفان، آیا عرفان توی لایو فلانی برگشته گفته که تو و فرزام دوتایی گرفتید اینو زدید. آیا تو اینو تایید میکنی یا تکذیب؟ فقط همین. آقا سامان جان، اتفاقا من بلافاصله بعد از اینکه لایو عرفان با اون آقا پخش شد به عرفان زنگ زدم، یعنی بلافاصله که دروغ فرداش زنگ زدم گفتم که عرفان داشت این چه حرفی بود تو زدی آخه، این چی بود اصلا؟ بهادر و فرزام گرفتن پویا رو زدن، اصلا این از کجا در اومده این حرف؟ گفت حاجی خب دیگه خواستم یه حاشیه‌ای درست کنم دیگه، زیاد چیز نبود دیگه، الش کن دیگه، منم شنیدم. گفتم شنیدی؟ خب میومدی از خودم میپرسیدی. تو یعنی مثلا اصلا پیش خودت بگو، اصلا فرزام خودش تنهایی میخواست درگیرشه، عوامل پشت صحنه هم لوله میکرد میذاش کنار، من و فرزام پویا رو بزنیم؟ مثلا میگنجه؟ نمیشه همچی چیزی. بعد دوباره یه چیز دیگه هم برگشت گفت عرفان، گفتش که کافورم بگو اگر میشه، کافور تو غذاهاتون میریختن. یه خیلی چیزای زشتی گفت حاجی توی گفتگوش. برگشته بوده گفته بوده کافور من تو بعدم غذا. میاد سامان این خاله بازی ها به خدا از این میدونم، حرفا فقط اینجوری. حاجی فقط چون ببین آخه این مدیاه داداش، وقتی درباره این مسائل صحبت میشه بیننده اونو میبینه توی این اینستاگرام اون تیکر رو، فکر کنه واقعا این کارا رو با شما کردن و شرایط شما نه اینجوری بابا بوده. ببین بذار این موضوع رو تمام کنم به اونم میرسم. ببین یه چیز دیگه هم که گفته بود این بود که بهادر راجع به عرفان و ارسلان پشت صحنه صحبت کرده با پویا، گفته اینا عددی نیستن و اینا مالی نیستن و این صحبت ها. پویا اومده پایین سر اون با من دعواش شده. ببین میخوام بهت بگم اصلا چون ایشون نبود، اصلا در جریان انگار نبود، یا مثلا بهش گفتن اینو بگو، همش هم تاکید داشت توی لایوش که من و نگین فضلی خیلی با هم رفیقیم. گویا اون فضل خانم نشسته اون پشت، جویستیک رو گرفته دستش، زبدر مربع ستاره یگانه میره، زبدر سلکت رو بگی دایره مربع الو عرفان بره، زبدر مربع فلان اون یکی رو میفرسته. میدونی چی میگم؟ دقیقا هم همینه. قشنگ اینه این عروسکایی هستن که با نخ آویزونه بازی میکنن، آخه بابا اون من بالا میگم عرفان، نگینه. مگه ما به تو بدی کردیم اومدی این حرف و دروغ گفتی؟ گفت میخواستم حاشیه درست کنم. گفتم حل داشت، اگه میتونی ویو بگیری، اگه واسط نوم میکنه بزن بر من حاشیه بگی برو، من راضی ام حلالت. ولی خب اینجوری نبود. خب مردم میبینن 4 روز دیگه، آخه اصلا الان حاشیه رو زد، خب 4 روز دیگه مردم میبینن خودشون، بعد میان میگن خب عرفان این چه حرفی بود زدی؟ مثلا میدونی چی میگم؟ وقتی حاشیه هم میخوای بری حاشیه درست بزن، یه چیزی بگو که مثلا دندونگیر باشه. چرا آخه دروغ؟ مثلا چرا مثلا اینجوری؟ چجوری آخه؟ چرا باید مثلا 2 نفر بریزن سر یه نفر بزنن، مثلا کتک بزنن؟ مثلا دعوای فیزیکی، برخورد فیزیکی سامان جلوی دوربین اتفاق نیفتاده. هیچ برخورد فیزیکی جلوی دوربین اتفاق نیفتاده. هرچی تو بوده ضبط نبوده. حالا تو شاید ضبط نبوده. دوربینا که ضبط میکنن 24 ساعت، ولی در هنگام ضبط نبوده. ببین نزدیک 250 تا دوربین اونجاست. خب بجز دستشویی
و اون راهرویی که از طبقش میان پایین پشت اون در بزرگی که باز میکنن این دلو دادن به جزیره شروع میشه، اونجا دوربین نداره، فقط این دو جا با دستشویی ها. حتی تو باشگاه هم دوربین داره. و میگم حتی تو اتاق پسرا رو تخت دیدین دیگه، همه دیدن دیگه. و آره چون هی به من میان میگن دماغ شکسته، چی شده، فلان شد. اصلا نیست این چیزا. من نمیدونم این حرفا از کجا در اومده. واقعا همچی چیزایی نیست. لطفا یعنی اصلا بکنید بیرون از سرتون این چیزا. هیچ برخورد فیزیکی توی ضبط انجام نگرفته سامان جان. ارزم به حضورت که سوال بعدی نظر تو نوشته نظر بهادر در مورد اینکه کسی باهاش فعلا مشکلی نداشته چیه؟ کسی با من توی برنامه آره آخه هنوز فعلا نظرم شکل راجع نگرفته دیگه، هنوز فعلا نظرم داستان. راجع به اینکه کسی با من مشکل نداشته چیه؟ آره نمیدونم. از من چرا میپرسن؟ از از اونا باید اونا بپرسن. برمی‌پرسن. آره از اونا بپرسین. دقیقا. ما ببین تو یه هفته اولی که شما ورود میزنی فقط داری آنالایز میکنی ببینی کی به کیه، چی به چیه، داستان چیه، کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. و من اونجا سامان تنها کسی بودم که واقعا، نمیگم تنها کسی، من اونجا واقعا اگر میدیدم به یکی داره ظلم میشه. آقا شما داری الان بحث خانم یگانه رو میکنی، خب، که میگی بهش ظلم شد. یه بنده خدای دیگه از چند وقت بعد میاد، اگر میخوای بدونی ظلم واقعی چیه باید اونو ببینی که چجوری هم دوستش هم دشمنش گرفتن روش فقط برای اینکه بکننش بیرون. اسم نمیارم تا بعدا خودتون بفهم. یعنی اگر یعنی تا الان مد بوده که میگفتن گروه کفتارا، من نمیدونم بالا دست کفتار چی داریم. بالا دست کفتار من نمیدونم چه موجودیه. کرکس. همون اصلا نمیدونم دیگه. بدتر از اینا چی داریم؟ اون موجوده ما داشتیم اینا تو ویلا. شیپ شیفتر میشدن سامان. یه دفعه شب اینجوری ورولف میومد بیرون یه موجود. اصلا من میگم بابا اینا که با تو، چرخش جهتی منظورشه بچه، من یعنی میگم جهتش با، تا الان اینجا بوده بعد یه دفعه میره تو اون ور نه اینجوری. شیپ شیفتر این یه سری مثلا فیلمشون هم دیدی، یه سری آدمن یه دفعه مثلا شیفت میشن تو روباه، شیفت میشن تو کرکس، شیفت آره میشن مثلا شخصیتشون عوض میشه آره. تغییرش. حاجی اونجا سامان من میگفتم خدایا من باورم نمیشه این که با تو رفیق و تو بالاخای این آدم در اومدی، چجوری داره میگیره رو الان. من اونجا میشه که دیگه واقعا خون به مغزم نمیرسه و تو روی همه وای میستم. یعنی اونم مال قسمت های خیلی بالاه. اگر میخواید واقعا ببینید که اون شخصی که بهش ظلم شده، یگان ظلمی که به نظرتون به یگانه شده، در مقابل اون جوکی بیش نیست. که اتفاقا خانم رعنا امروز داشت میگفت من از اون آدم بدم میاد، همون آدم است که من دارم میگم بهش ظلم شده. آره. آها خب پس داستان آفرین. خیلی قشنگه باید ببینیم. اصلا سامان یه چیزی بهت بگم، انقدر که فقط در حد یه دونه چیز آره یا نه میم داره یا داره؟ نه بذار نگم، میفهمن مردم، خودشون خب میبینن اوکی. متوجه میشن و ام، خودشون میبینن آجی، خودشون تشخیص میدن. ببین من اصلا به این به کارمای عشق ابدی، انقدری که به کارمای عشق ابدی اعتقاد دارم و باور 100% دارم، به اسم خودم ندارم. شاید اسم من مثلا یه چیز دیگه بوده الان بهادر صدا میکنم، ولی کارمای عشق ابدی 100 درسته و میگیره. خب 3 سوال دیگه بپرسیم. اول به من بگو ببینم این قضیه هزینه رستوران چیه آجی؟ آخ سامان دهنت سرویس سامان وای. آقا ما یه بحثی با پویا داشتیم اون روز. خب ما یه بحثی با پویا داشتیم، میگفتش که داشتیم راجع به دیت صحبت میکردیم اگه یادت باشه. خب من مشکل دارم با این. ما یه بحثی با پویا داشتیم راجع به دیت. خب
ببین اگه یادت باشه این داستان هی کات میخورد، هی میرفت، هی میومد، دوربین میومد وسط اون میذاشه، بغل اون میذاشه. من گفتم خدایا من چی دارم میگم، این چی داره پخش میکنه؟ آقا بحث ما میدونی چی بود؟ بحث ما سر این بودش که من داشتم میگفتم که وقتی که شما یه دیت اول میذاری با یه نفر، مثلا بار اولتو میخوای با طرف بری بیرون، نیازی نیست خودتو بکشی، خودتو جر بدی با هزینه کردن، با خرج کردن طرف رو ایمپرس کنی. نمیخواد مثلا گفتم با رفتارت مثلا نشون بدی، با منشت، با حرف زدنت، با اخلاقت نشون بدی. جفتمونم به یه هدف مشترک رسیدیم در انتها. منتها چیزی که پخش شد اصلا زمین تا آسمون با همون حرفی که من داشتم میزدم و مثلا چیز داشت میزد مثلا فرق داشت. من مثلا اینجا سامان مثلا شما با یه دختر خارجی دیت میذاری، مثلا دیت میکنی بار اول، مثلا بیرون میبینیش فلان و اینا، باش قرار میذاری یه جا بری. وقتی مثلا یارو رو ببری مثلا یه رستوران گچو، مثلا یه جای گرون، طرف میگه این هول شده، این میخواد یه کاری بکنه با من، این میخواد خرج بکنه که مثلا منو شب ببره، مثلا میدونم منظورم چیه، خیلی راحت صحبت بکنه. ولی وقتی بار اول دولت مثلا میری یه کافی میخوری مثلا، یا مثلا میری چه میدونم دبه یه بار میشینی مثلا، خودتو خفه نمی کنی، خیلی نرم و روون، میخوای خودتو، میخوای کرکترتو نشون بدی. من میگفتم آقا شما کرکترتو باید نشون بدی تو دیت اول، نه که با مثلا خرج کردن مخ طرفو بزنی. منتها توی مثلا یه سری جوامع این داستان اصلا یه نمود دیگه ای داره، مثلا یه جور دیگه ای بازتاب میده. مثلا شما اگر که به فرض توی ایران میخوای با یه نفر مثلا دختره رو ببری بیرون، دختره از شما متوقعه که ببریش یه جای خفن و بعدش حالا هرچی میخواد بشه و نشه و فلان اینا رو من کاری ندارم. یعنی مثلا فرهنگه اینجوریه یه مقدار، مثلا اینجا واقعا اینجوری نیست. منم با توجه به شناختی که اینجا پیدا کردم راجع به این مسائل مثلا دیت و بیرون رفتن و اینا، این حرف رو زدم. حرف من این بود که با خرج کردن زیادی سعی نکن طرف رو ایمپرس بکنی، سعی نکن جلب توجه بکنی، مخشو بزنی یا مثلا فلان بکنی. گفتم پله پله، آروم آروم. که اون میگفت منی بریم فلافلی، من میگفتم من نمیدونم فلافلی منظورت چیه. من میگم یه جای معتدل، یه جای درست حسابی، یه جای معمولی، نه که مثلا یه جای یه جای خفن. حرف پابلیک متوسط. یه جای پابلیک معمولی که مثلا حالا اینجا من میگم پابلیک معمولی، مثلا اینجا اکثر دیتای اول مثلا پاپو اینا میره میرن، پاپ مثلا رستوران تور رستوران، میرن. مثلا رستوران کوزمو، نمیدونم میدونی یا نه، مثلا نه. یه جای مثلا بوفه توره، مونتا بوفه شیکه، بوفه خیلی شیکیه، مونتا چون جای شلوغیه شما اون استرست کمه، راحت میتونی حرف بزنی، جای با کلاسی هم هست. ولی خب مثلا میدونن همه وقتی داری میری مثلا اونجا میشینی غذا میخوری، اکثرا دیتا چیز اونجا اتفاق میفته. بعد که یواش یواش مثلا میره بالاتر، مثلا میره فلان رستوران، مثلا میره اونجا اونا دیگه میشه مثلا دوست دخترت باشه. آره منتها توی یه چیز توی اون یارو چیه میگن، توی اون بحثی که من با پویا داشتم یه خورده بد جا افتاد. یه اتفاقی هم که افتاد، سرجی دور سرت بگردم، مرسی بابت 10 پوند سوپر چت زده، همون نوشته سرجیو داد. آره نوشته که بابا سرجیو تو بیا بدهی تو به ما بده، نمیخواد دفع کن. سرجیو رو نگاه کن چی وای، میگه. نوشته که بهادر فنتم. بعد جالب اینجاست زیرش یه کامنتی هم اومده، نازیار نازنین هم تو لایو علامت خنده واسش گذاشته. آره گفتم در امان باشید دیگه، حواست باشه میخوای چی کو ببینم کجا رفت ببین روی اون دونیت نازی. بزنی. آره این کارا آره خیلی هم عالی. بعد سرجیو درباره دهنت سرویس به خدا. وای تا ما عالی داشتیم بود. صحبت دیت میکردیم سرجیو 10 پون زد. گفت بیا با هزینه دیتتو ما میدیم، مثلا اینجوریه سرجیه دیگه. سرجیو سرجی دهنت سرویس. سرجی به نظرم خدا بعدش بیا بالا دفاع کن از خودت بابت بدهی و اینا.
سرجیو باید بیاد راجع به اون اسپویل عینک بگه. آقا الان میارمش سرجیو بالا، بذار یه 2 تا سوال دیگه از تو اصلا من بپرسم. نمیدونم انقدر من ناراحتم چرا این حرفو زدی اصلا. ببین تلگرام من سوراخ شده سامان. از کی پس فیلم ها رو میکنی؟ مردم هم خدا رو شکر، یعنی مردم دنبال این داستان ها قشنگ فقط دنبال پشت صحنه، همش میگن که این فیلم ها رو میکنی. من نمیدونم دنبال چه فیلمی هستن. ولی رفاقت تو و پویا باحال بود، کاش به هم نمیریخت. خانم آقای امیر حسین، میوت بودم. ببین من پویا رو پویا رو اون اولا واقعا دوستش داشتم. خب منتها ببین وقتی که یه اتفاقی افتاد که قشنگ یعنی نمیدونم نابخشودنی بود از نظر من و پشبندش ادامه دار شد، هی ادامهش داد، هی بدترش کرد، هی بدترش کرد، هی بدترش کرد تا جایی که دیگه اصلا هیچ راه برگشتی نموند واقعا سامان. وگرنه من پویا رو اون اولا دوستش داشتم. الان خیلی هم دارم نگاه میکنم، چند روز پیش هم یه دونه ریلز گذاشته بود، نفهمیدم منظورش چیه حقیقت از اون ریلز، ولی نه خوشحال شدم نه ناراحت حقیقت، چون چجوری بهت بگم یه چیزایی ما تو اون ویلا دیدیم سامان که اعتمادم شده 0.00001 به دقیقا همه. منفیه دیگه، قشنگ ماینزه. عرضم به اصلا حضورتون که بچه چش سرجیو رو میارم بالا، 2 تا سوال دیگه بپرسم بعدش سرجیو رو میارم یه ذره اذیت کنیم بهادر رو، اگر سرجیو اوکی باشه. اگه میموند یگانه اگر میموند توی ویلا به نظرت باش میرفتی تو بیف یا نه؟ یگانه اگر میموند ویلا باهاش میرفتم تو بیف. چه سوالی. بعید میدونم، بعید میدونم که باهاش میرفت، چون میگم مورد مشابه حتی بدتر از یگانه اتفاق میفته چند وقت دیگه و من با اون آدم تو بیف نمیرم. آره بعد سوال بعید میدونم بکنه. چرا این همه راجبت حرف زدن هیچ واکنشی نشون ندادی تا الان؟ ببین خیلی، ببین برنامه که هنوز پخشش شروع نشده بود میگفتن اولا که تو رو داداش سرجیو کردن، گفتن داداش سرجیو شرکت کننده فصل 3، بعد اومدن گفتن درگیری و فلان و بیسار و بهمان، بعدم هزار تا چیز دیگه تا الان درباره تو صحبت کردن. یکی از سوالا اینه که واقعا چرا صحبت نمیکنی درباره این چیزا؟ خیلی میخوام بدونن بچه‌ها. اولا بچه‌ها چنل یوتیوبشو حتما ما بچهای چنل نمیدونم آقا دارن یا نه، اگر ندارن من الان پیدا میکنم میذارم پینش میکنم، حتما جوین چنل یوتیوب چنلم چیه راستی؟ نمیدونی بهیبن بهیبن. آره چنل این یوتیوب. اینستاگرام همه، این آره اینستاگرام. حالا اصلا ما نازنین رو میذاریم همینجوری بری. آره نازنین رو به جاش فالو کنید. آره آره واقعا نازنین رو فالو کنید. آره آره نازنین رو ساب کنید به جای من. آره. بعد دوم فعالیت نسبتا بدم نبوده من تو تلگرام دیدم، ولی خب انگاری سوال دیگه، حالا اینو دیگه جواب بده به نظرم چرا این که همه چرا جواب راجبت حرف ندادم؟ زدن تا الان و تو هیچ واکنشی نشون ندادی؟ والا سامان جان ببین من اینجوری یاد گرفتم خب که در مقابل یه سری حجمه های سنگین این مدلی زیاد واکنش نشون ندم، چون شما هرچی بیشتر واکنش نشون بدی بیشتر مورد اتهام قرار میگیری. من گذاشتم که این برنامه بره جلوتر، مردم خودشون ببینن که من دیگه نخوام 10 بار تکرار کنم. الان ببین قسمت 15 پخش شد، همه دیدن، شاید باور نکنی یه سریا همه میگفتن واقعا چقدر در حقت بدجنسی و نامردی شد که هیچ نبوده، و چقدر هم یه سریا خوشحال بودن و میگفتن کرکترت حفظ کردی که دهن به دهن نذاشتی. و چیز دیگه هم که هست سامان جان، پشت سر آدم های معروف همیشه حرف هست. نه شوخی میکنم، ولی گذاشتم این برنامه یه خورده خودش بره جلو، مردم ببینم. او مردم من اصلا اعتقاد عجیبی دارم به هوش ذکاوت مردم، خودشون میبینن تشخیص میدن دیگه. منم تسلیمم، دست و پا بچه بسته هرجوری. آره